کاهش وزن فقط کم کردن کالری و کم خوردن نیست. بدن ما پیچیدگی‌های خاصی داره که اگه اونها رو نشناسیم حتی بهترین رژیم‌ها هم ممکنه شکست بخورن. توی این اپیزود از پادکست دکتر هیوبرمن، دکتر لین نورتون مهمونشه که یکی از معتبرترین متخصصای تغذیه و متابولیسمه و درباره رازهای علمی کاهش وزن صحبت میکنه و به سوالای مثل چرا تعادل انرژی کلید اصلی کاهش وزنه و چطور روی بدنمون تاثیر میذاره، چطور میشه متابولیسم رو به نفع کاهش وزن مدیریت کرد، یا کاهش وزن سریع واقعا ممکنه یه باور اشتباهه، چطور اشتهای خودمون رو کنترل کنیم و از رژیم خسته نشیم، و مهمتر از همه نقش سلامت روده تو کاهش وزن چیه جواب میده. اگه دنبال جوابای علمی، شفاف و کاربردی برای این سوالات هستید، این اپیزود دقیقاً برای شماست. همراه من باشید و ببینید که چطور میتونید با علم وزنتون رو کم کنید و سالم بمونید. قبل از شروع حتما برام توی قسمت کامنت ها بنویسید که دوست دارید در مورد چه موضوعی ویدیو درست کنم. حتما بر اون اساس ویدیوهای قسمت بعدی رو انتخاب میکنم. وقتی حرف از کالری میزنیم، بیشتر آدما یه تصور کلی دارن، اما خیلی دقیق نمیدونن کالری چیه و چطور توی بدن به انرژی تبدیل میشه. خب کالری در واقع یه واحد انرژی حرارتیه. غذایی که میخوریم انرژی شیمیایی داره که از ترکیب‌های مواد مغذی مثل پروتئین، کربوهیدرات و چربی میاد. بدن ما وقتی این غذا رو هضم میکنه، اونها رو به شکل مولکول‌های کوچکتر در میاره و با کمک این فرایند انرژی تولید میشه. این انرژی به شکل یک ماده‌ای به اسم ATP ذخیره میشه. ATP مخفف آدنوزین تری فسفات هستش و مثل یه باتری قدرتمند میمونه. انرژی مورد نیاز رو تقریبا واسه همه کارهای بدنمون رو تامین میکنه، از حرکت مایچه‌ها گرفته تا کارکرد سلولای مغز. توی این فرایند غذاهایی که میخوریم مسیرهای متفاوتی رو طی میکنن. کربوهیدرات رو توی بدن به گلوکوز تبدیل میشن و بعد وارد یه سری واکنش‌های شیمیایی میشن مثل خود گلیکوژن، چرخه کربس تا ATP بسازن. پروتئین ها هم به آمینو اسید تبدیل میشن و یا برای ساخت عضله استفاده میشن یا از طریق یک فرایند دیگه به گلوکوز تبدیل میشن. چربی ها هم از راهی به اسم بتا اکسیداسیون به انرژی تبدیل میشن. این کل ماجرا در سطح سلولیه. بیشتر این اتفاقات توی میتوکندری که بهش نیروگاه سلول هم میگیم انجام میشه. همه این واکنش ها در نهایت باعث تولید ATP میشه و انرژی بدنمون رو تامین میکنه. حالا تعادل انرژی چیه؟ یعنی مقایسه انرژی دریافتی و انرژی مصرفی بدن. توی ظاهر خیلی ساده به نظر میرسه، اما در عمل هیچ وقت به این راحتی نیستش. یکی از مشکلات اصلی ما تو این زمینه برچسبای مواد غذایی هستند. این برچسبا که کالری ها رو نشون میدن معمولا تا 20% میتونن خطا داشته باشن. یعنی غذایی که روش نوشته 100 کالری در واقع میتونه بین 80 تا 120 کالری باشه. حالا این فقط همه بخش ماجرا نیست. مورد بعدی اینه که همه انرژی که توی غذا وجود داره قابل استفاده واسه بدن نیست. مثلا فیبرهای غیر قابل هضم که توی گیاهان زیاده اصلا به خوبی هضم نمیشن و انرژی که تو اونهاست عملا واسه بدن غیر قابل دسترسه. برای همینه که فیبرها حجم مدفوع رو زیاد میکنن اما کالری زیادی وارد بدن نمیکنن. جالبه بدونید که حتی میکروبیوم های روده هر آدمی، میکروبیوم منظورم باکتری های موجود توی روده هاشه، روی این موضوع تاثیر داره. موضوع فیبرها بعضیا بهتر میتونن از فیبرها انرژی بگیرن و بعضیا هم نه. یه نکته جالب که خیلی‌ها بهش اشاره میکنن اینه که چون برچسب‌ها خطا دارن نباید کالری‌ها رو دنبال بکنیم، اما این درست نیست. چون اگه یه روشی رو به شکل منظم و دقیق انجام بدیم، حتی اگه خطا هم داشته باشه میتونیم بفهمیم که چه چیزی جواب میده. حالا با 20% خطا، دقیقاً مثل مدیریت مالیه. ممکنه همیشه عددا دقیق نباشن، اما اگه بودجه بندی داشته باشی یه دید کلی و درست از دخل و خرجت پیدا میکنی. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی ازت خواهش میکنم که حتما ویدیو رو لایک کن، چون هم باعث میشه ویدیوم دست افراد دیگه برسه، هم به من یه انگیزه خیلی خوب میده. وقتی درباره انرژی که بدن مصرف میکنه صحبت میکنیم، داستان خیلی پیچیده‌تر از اون چیزیه که فکر میکنیم. بزرگترین بخش این مصرف مربوط به سوخت و ساز پایه یا همون انرژی که بدن واسه زنده موندن و کارهای اساسی مثل نفس کشیدن، ضربان قلب و فعالیت ارگان خرج میکنه. برای بیشتر آدم‌ها حدود 50 تا 70% انرژی روزانه همینجا مصرف میشه. حالا اگه کسی فعالیت خاصی نداشته باشه و مثلا زیاد نشسته باشه، نسبت بیشتری از انرژی بدنش صرف همین کارهای پایه‌ای میشه. اما این همه ماجرا نیست. یه بخش دیگه از مصرف انرژی مربوط به هضم غذا. بدن ما نمیتونه غذا رو همونطوری که هست به انرژی تبدیل کنه. باید اون رو تجزیه کنه، جذبش کنه و به فرم‌هایی مثل ATP که منبع اصلی انرژی بدن تبدیل کنه. برای این کار خودش هم انرژی مصرف میکنه که بهش میگن انرژی گرمایی غذا. این فرایند حدود 5 تا 10% انرژی روزانه ما رو شامل میشه. یعنی واسه تولید انرژی 10% انرژی خرج میکنیم. حالا اینجا یه نکته جالب وجود داره، این که غذاهای مختلف تأثیر متفاوتی روی این مصرف انرژی دارن.
مثلا چربی ها راحت ترین منبع واسه بدن هستن و انرژی زیادی واسه هضمشون لازم نیست. برای همین اگه 100 کالری از چربی بخورید تقریبا 97 تا 100 کالری خالص به بدن میرسه. کربوهیدرات را یکم سخت‌ترن. حدود 5 تا 10% از کالریشون صرف هضم و جذب میشه. یعنی از 100 کالری که کربوهیدرات مصرف میکنید 90 تا 95 تا کالری خالص باقی میمونه. اما پروتئینا داستانش متفاوته. هضم و جذب پروتئین خیلی انرژی بره و حدود 20 تا 30% کالریشون توی همین فرآیند مصرف میشه. یعنی اگر 100 کالری پروتئین بخورید فقط 70 تا 80 کالری خالص به بدن میرسه. تمام کالری‌ها برابرن، اما تاثیر غذای مختلف روی مصرف انرژی و اشتها فرق میکنه. مثلا پروتئین نه تنها کالری کمتری به بدن میرسونه بلکه باعث سیری بیشتر هم میشه. این یکی از دلایل اینه که رژیم‌های پروتئینی طرفدارهای بیشتری دارن. وقتی صحبت از کالری سوزی میشه یکی از بخش مهمی که باید در نظر بگیریم فعالیت‌های بدنیه. این فعالیت‌ها به دو دسته تقسیم میشن: ورزش‌های هدفمند مثل پیاده روی، تمرینات ورزشی یا هر فعالیتی که به طور عمدی برای حرکت و کالری سوزی انجام میشه. دومیش هم حرکت‌های روزمره و غیر ارادیه که بهش میگن نیت، یعنی فعالیت‌های غیر ورزشی. نیت خیلی جالبه چون شامل همون حرکت‌های ناخودآگاه و کوچیکه که در طول روز انجام میدیم. مثلا وقتی موقع صحبت کردن دستاتون رو تکون میدید، پاهاتون رو تکون میدید، یا حتی وقتی بعد از خوردن غذا بدنتون عرق میکنه و انرژی بیشتری مصرف میکنه، اینها همه از نمونه‌های نیت هستن. یک نکته جالب اینه که نیت معمولاً به صورت خود به خودی اتفاق میفته و زیاد کردنش به صورت هدفمند خیلی راحت نیست. مثلا اگه تصمیم بگیرید بیشتر پاهاتون رو تکون بدید، دیگه این حرکت جزء نیت محسوب نمیشه و به نوعی ورزش هدفمند میشه. تحقیقات نشون داده که نیت میتونه تفاوت بزرگی تو کالری سوزی افراد ایجاد کنه. مثلا یه تحقیق معروف بود که نشون داده بود وقتی افراد کالری بیشتری از نیاز بدنشون میخورن، بعضیا به دلیل نیت بالا کمتر از چیزی که انتظار میره چاق میشن. توی این تحقیق یه نفر که پیش بینی میشد 3 تا 4 کیلو وزن اضافه کنه فقط نیم کیلو چاق شد، چون بدنش به طور ناخودآگاه فعالیت‌های غیر ارادی بیشتری انجام میده. جالب تر اینه که وقتی وزن کم میکنید بدن به طور طبیعی نیت رو کاهش میده تا انرژی کمتری مصرف بکنه. این یکی از دلایلیه که کاهش وزن طولانی مدت سخت‌تر میشه. البته اگه بعد از رژیم به حالت عادی برگردیم، نیت هم به مرور به حالت عادی خودش نزدیک میشه. در کل یکی از عوامل مهم کالری سوزی روزانه این حرکت‌های غیر عادیه که غیر عمدیه که میتونه تفاوت زیادی بین افراد ایجاد کنه بدون اینکه حتی متوجهش بشیم. خیلی‌ها فکر میکنن ابزارهایی مثل ساعت هوشمند یا دستبندهای تناسب اندام میتونن دقیق نشون بدن که چقدر کالری سوزوندن، اما باید بدونید که این دستگاه خیلی دقیق نیستن. یکی از تحقیقات نشون داده که ممکنه بین 28 تا 93% کالری سوزی رو بیشتر از واقعیت نشون بدن. پس اگه حس میکنید که کالری کمی مصرف میکنید اما وزنتون رو کم نمیکنید، شاید ابزار اندازه‌گیری شما مشکل داشته باشه. یه اشتباه دیگه اینه که بعضیا بر اساس محاسبات آنلاین کالری سوزی میکنن. این ماشین حسابا ممکنه به شما یه عدد بدن اما واقعیت اینه که اون عدد دقیقاً مناسب بدن شما نیست. برای همین باید بیشتر روی اندازه‌گیری‌های دقیق و طولانی مدت تمرکز کنید. این ابزارها برای مقایسه فعالیت‌های روزهای مختلف خوبن. یعنی میتونید مطمئن بشید که روز دوم نسبت به روز اول بیشتر فعالیت داشتید، حتی اگه میزان دقیق کالری سوزی مشخص نباشه. یکی از بهترین کارهایی که میتونید واسه پیگیری کاهش وزن انجام بدید، اندازه‌گیری مرتب وزنتونه. بهترین روش اینه که هر روز صبح قبل از صبحانه و بعد از رفتن به سرویس بهداشتی خودتون رو وزن بکنید. اعداد روزانه رو یادداشت کنید و از اونها میانگین هفتگی بگیرید. این میانگین رو با هفته‌های قبلی مقایسه کنید تا بفهمید وزنتون واقعا داره کم میشه یا نه. چرا این مهمه؟ چون وزن شما روزانه نوسان داره. گاهی ممکنه 2 یا 3 کیلو بیشتر از روز قبل باشه، اما این به خاطر تغییرات مایعات بدن نه افزایش چربی. اگه روی وزن خاص گیر بکنید ممکنه فکر کنید رژیمتون کار نمیکنه و ناامید بشید، در حالی که واقعیت خلاف اینه. اتفاقا یکی از دلایلی که رژیم‌های کم کربوهیدرات خیلی زود جواب میده اینه که بدن آب زیادی از دست میده. این باعث میشه افراد سریع نتیجه ببینن و انگیزه بگیرن. اما این کاهش وزن اولیه بیشتر مربوط به آب بدنه نه چربی. پس اگر دنبال کاهش وزن هستید به این نکته‌ها باید دقت کنید. اولیش، ابزارهای اندازه‌گیری همیشه دقیق نیستن. وزن روزانه‌تون رو منظم ثبت بکنید و سومیش به تغییرات بلند مدت توجه بکنید نه نوسانات روزانه.
یکی دیگه از چیزهایی که باید بهشون توجه کنیم تاثیر رژیم روی فعالیت ناخودآگاه بدنه. وقتی رژیم به کاهش وزن میگیریم ممکنه بدون اینکه خودمون بفهمیم فعالیت‌های غیر عادی مثل تعداد قدم‌ها یا تکون دادن دست و پا کاهش پیدا کنه. اینجاست که پیگیری قدم‌ها اهمیت پیدا میکنه. مثلا اگر در حالت عادی روزی 8000 تا قدم میزنید باید سعی کنید همین عدد رو توی رژیم هم حفظ کنید. خیلی وقتا واسه رسیدن به این هدف ممکنه نیاز باشه مقداری فعالیت هدفمند مثل 15 تا 30 دقیقه پیاده روی اضافه کنید، چون بدن به صورت ناخودآگاه فعالیت‌های غیر ارادی رو کم میکنه. ورزش و اشتها هم رابطه جالبی با هم دارن. خیلی‌ها فکر میکنن ورزش اشتها رو زیاد میکنه، اما تحقیقات نشون داده که بیشتر اوقات ورزش اشتها رو سرکوب میکنه. البته این موضوع واسه همه یکسان نیست و به نوع ورزش هم بستگی داره. مثلا تمرینات قدرتی مثل وزنه زدن ممکنه باعث شه بعد از تمرین حسابی گرسنه بشید، در حالتی که تمرینات هوازی مثل دویدن یا پیاده روی معمولا این تاثیر رو ندارن. با این حال باورهای ما روی این موضوع تاثیر زیادی دارن. یه نکته خیلی جالب درباره قدرت باورها اینه که اونا میتونن به معنای واقعی کلمه روی عملکرد بدن تاثیر بذارن. مثلا توی این مطالعه به بعضی از شرکت کننده ها گفتن که استروئید مصرف میکنن در حالی که هیچ استروئیدی بهشون نداده بودن. با این وجود این افراد عملکرد ورزشی بهتری داشتن و حتی عضلات بیشتری ساختن و واقعا اینجا قدرت‌های باور ما رو میاد نشون میده. یه تحقیق مشابه روی کراتین هم نشون داده که افرادی که فکر میکنن کراتین مصرف میکنن نتایج بهتری داشتن، حتی وقتی که کراتینی مصرف نکرده بودن. حتی اگه ورزش تاثیر زیادی روی کاهش وزن نداشته باشه بازم فوایدش غیر قابل انکاره. ورزش میتونه حساسیت انسولین رو بهبود بده، التهاب توی بدن رو کاهش بده و کلا شاخصهای سلامت عمومی بهتر کنه. به قول متخصصا ورزش یکی از بهترین راه‌ها واسه افزایش طول عمر و سلامت بدن شماست، حتی اگه فقط نیم ساعت تو روز باشه. به همین خاطره که میگن ورزش یه هک واقعی واسه زندگی بهتره. همین موضوع رو میخوام وصلش بکنم به موضوع کاهش وزن. وقتی صحبت از کاهش وزن میشه خیلی‌ها نقش واقعی ورزش رو اشتباه متوجه میشن. مطالعات نشون داده که ورزش علاوه بر کمک به کالری سوزی میتونه حساسیت بدن رو به سیگنال‌های سیری رو افزایش بده. این یعنی وقتی ورزش میکنید بدنتون بهتر متوجه میشه که چه زمانی سیر شدید و احتمال پرخوریتون کمتر میشه. یه تحقیق جالب که تو دهه 1950 تو بنگال انجام شد تأثیر فعالیت‌های بدنی روی اشتها بررسی کرد. تو این تحقیق کارگرانی که تو ساختمون کار میکردن رو به 4 تا گروه مختلف تقسیم میکنن: کم تحرک، فعالیت سبک، فعالیت متوسط و فعالیت‌های سنگین. نتایج نشون داد که افرادی که فعالیت سبک یا متوسط داشتن بهتر میتونستن مقدار غذای مورد نیاز بدنش رو تنظیم کنن، اما کسایی که کم تحرک بودن بیشتر از نیازشون غذا میخوردن. این نشون میده که فعالیت بدنی نه تنها کالری سوزی داره بلکه اشتهای بدن را تنظیم میکنه. اما تاثیر ورزش فقط به کالری سوزی یا اشتها محدود نمیشه. چیزی که خیلی مهمه ایجاد یه هویت جدیده. خیلی از افرادی که کاهش وزن موفق و طولانی مدت داشتن به این نتیجه رسیدن که باید سبک زندگی و حتی هویت خودشون رو تغییر بدن. برای مثال ایتان ساپلی، بازیگر آمریکایی که از وزن 550 پوند حدود 250 کیلوگرم به 230 پوند یعنی حدود 104 کیلوگرم رسید، میگه که هر روز باید نسخه قدیمی خودم رو شکست بدم و این کار رو مثل یک فرایند روزانه میبینه و معتقده که تغییر هویت کلید اصلی موفقیت تو کاهش وزن پایداره. این تغییر هویت رو میشه با تجربه‌های دیگه مقایسه کرد. مثلا افرادی که از اعتیاد به الکل بهبود پیدا میکنن برای حفظ پاکی خودشون باید محیط دوستان و حتی عادتهای روزانه‌شون رو تغییر بدن. اما کاهش وزن حتی از ترک اعتیاد هم سخت‌تره، چون شما نمیتونید از غذا خوردن به صورت کامل اجتناب کنید. همون جور که دکتر نورتون میگه این مثل این میمونه که به یه فرد قمارباز بگید باید روزی چند بار قمار کنی اما فقط اجازه داری 10,000 تومان قمار بکنی. کاهش وزن یک فرایند روزانه و جامع. شما باید هم از لحاظ فیزیکی و هم روانی خودتون رو برای این مسیر آماده کنید. ورزش، مدیریت اشتها، تغییر عادت‌ها، ساختن هویت جدید همگی دست به دست هم میدن تا شما بتونید به اهداف سلامتی و کاهش وزن خودتون برسید. یکی از چالش‌های بزرگ تو کاهش وزن حفظ وزن کم شده است. آمارا نشون میده که از هر 7 فرد چاق 6 نفر تو مقطعی از زندگی وزن زیادی کم میکنن، اما اکثر اونها دوباره به وزن قبلی خودشون برمیگردن. چرا؟ یکی از دلایل اصلی اینه که افراد به کاهش وزن به عنوان یک هدف موقتی نگاه میکنن، نه یک تغییر دائمی.
تصور کنید یه بیماری مزمن مثل دیابت دارید. شما نمیتونید فقط یک بار انسولین مصرف کنید و انتظار داشته باشید که مشکلتون واسه همیشه حل بشه. کاهش وزن هم همینه. اگه 30 پوند وزن کم کنید ولی به عادتهای قبلیتون برگردید، نه تنها وزن قبلی رو برمیگردونید، بلکه شاید حتی بیشتر از قبل چاق بشید. تحقیقات نشون داده که یکی از مشکلات اصلی عدم تداوم رژیم غذاییه. همه فکر میکنن که رژیم گرفتن یعنی یک دوره کوتاه مدت محدودیت، اما واقعیت اینه که باید سبک زندگی جدیدی ایجاد بشه که این پایدار بمونه. دکتر نورتون میگه که هر رژیمی که انتخاب میکنید باید از خودتون بپرسید آیا میتونید این رژیم رو برای تمام عمرتون ادامه بدید؟ اگه جواب مثبت باشه، اون رژیم میتونه موفقیت آمیز باشه. یکی از نکات کلیدی انتخاب نوع محدودیت غذاییه که برای شما راحت تر باشه. این محدودیت ممکنه شامل رژیم‌های کم کربوهیدرات، کم چربی، روزه‌داری‌های متناوب یا شمارش کالری باشه. تحقیقات نشون داده که هیچ رژیمی به صورت ذاتی بهتر از رژیم دیگه نیست، بلکه تداوم و پایبندی به اون رژیمه که موفقیت رو تعیین میکنه. واسه مثال، یک متاآنالیز روی رژیم‌های مختلف نشون داده که همه اونها واسه کاهش وزن بلند مدت تقریباً به یک اندازه موثر هستن، اما افرادی که بهتر به رژیم خودشون پایبند بودن وزن بیشتری کم کردن. این یعنی شما باید ابزاری رو انتخاب کنید که برای شما قابل تحمل‌تر و پایدارتر باشه. یه مشکل دیگه هم که از چیزی به اسم دوره ماه‌عسل رژیمه. وقتی یک رژیم رو شروع می‌کنید، تو ماه اول خیلی هیجان زده هستید و بهش پایبندید، اما بعد از چند ماه این هیجان کم میشه و پایبندی هم کاهش پیدا میکنه. اینجا جایی که باید از نظر روانی آماده باشید و یک رژیم رو مثل یک رابطه طولانی مدت نگاه کنید، نه فقط یک کار کوتاه مدت واسه نتیجه سریع. خیلی از افراد دوست دارن رژیم‌های مختلف رو امتحان کنن، مثلا چند ماه رژیم کتوژنیک بگیرن و بعد به رژیم‌های معمولی‌تر با کالری نگهدارنده برگردن. آیا این تغییرات واسه سلامتی یا کاهش وزن ضرری دارن؟ لین نورتون توضیح میده که این روش میتونه واسه بعضیا مفید باشه، به ویژه واسه کسایی که به تنوع علاقه دارن. میخوام ببینید کدوم سبک رژیم واسه اونا راحت‌تر و پایدارتره. اما باید بدونید که تغییر ناگهانی بین رژیم‌های خیلی متفاوت، مثلا جابجایی از رژیم‌های کم کربوهیدرات به پر کربوهیدرات، میتونه باعث ایجاد دوره‌های انتقالی بشه. توی این دوره بدن ممکنه واکنش‌های نامطلوبی مثل مقاومت به انسولین کوتاه مدت نشون بده. این مقاومت به این دلیله که بدن در طول رژیم کم کربوهیدرات سیستم‌های خودش رو برای سوخت و ساز چربی تنظیم کرده و با تغییر به پر کربوهیدرات به زمان نیاز داره تا به سوخت و ساز جدید عادت کنه. مثال بزنم براتون. اگه کسی مدت‌ها رژیم کتوژنیک داشته باشه و بعد به صورت ناگهانی مقدار زیادی کربوهیدرات بخوره، ممکنه احساس کنه که ذهنش مثل قبل کار نمی‌کنه، مه‌آلودگی ذهنی بهش میگن، یا حتی لرزش دست رو تجربه کنه. این حالت معمولاً فقط چند هفته طول میکشه، اما همین دوره کوتاه مدت میتونه باعث شه که افراد دوباره به رژیم قبلی خودشون برگردن، چون احساس میکنن رژیم جدید واسه بدنشون مناسب نیستش. پیشنهادی که دکتر نورتون اینجا میکنه اینه که اگه قصد دارید از رژیم کتوژنیک به رژیم معمولی تر تغییر بدید، این کار رو به آرامی و تدریجی انجام بدید. مثلا در طول 4 تا 8 هفته کم کم کربوهیدرات رو به رژیم خودتون اضافه کنید. این روش کمک میکنه بدن به راحتی خودش رو با تغییرات جدید تطبیق بده و از احساسات ناخوشایند این دوره انتقالی جلوگیری کنه. یه نکته دیگه اینه که نوع اندازه‌گیری حساسیت به انسولین میتونه نتایج متفاوتی بده. مثلا اگه حساسیت انسولین رو با آزمایش‌های مثل گلوکوز ناشتا رو بررسی کنید، ممکنه تو رژیم‌های کم کربوهیدرات نتایج خوبی بگیرید، اما اگه آزمایش تحمل گلوکوز رو انجام بدید، ممکنه نتایج ضعیفی بگیرید. این تفاوت‌ها به خاطر همین دوره انتقالی و تنظیم سیستم‌های بدنه. در نهایت تغییر رژیم میتونه موثر باشه، به شرط اینکه این تغییرات با دقت و به آرامی انجام بشه. همچنین مهمه که هر رژیمی که انتخاب میکنید با سبک زندگی و اهداف طولانی مدت شما هماهنگ باشه. به قول دکتر نورتون، رژیمی که نتونید در طولانی مدت بهش پایبند بمونید احتمالاً واسه شما مناسب نیستش. تو سالهای اخیر سلامت روده و تاثیر اون بر کاهش وزن و متابولیسم توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. یکی از یافته‌های حیرت انگیز تو این زمینه انجام آزمایش‌ها روی موشاست که نشون داد با انتقال میکروب‌های روده مدفوعا رو اومدن پیوند دادن. از موش‌های لاغر به موش‌های چاق به شکل قابل توجهی لاغر شدن. این نتایج تو انسان‌ها هم تا حدی تکرار شده. البته هنوز به مطالعات بیشتری نیاز داریم تا کاملا بفهمیم این اثرات چجوری اتفاق میافتن.
یکی از احتمالات اینه که میکروب‌های روده‌ای میتونن روی سیگنال‌های سیری که از روده به مغز ارسال میشه تاثیر بذارن. مثلا یک هورمونی به اسم GLP1 که توسط روده تولید میشه هم در مغز هم در روده فعالیت میکنه. در مغز این هورمون سیگنال‌های سیری رو تقویت میکنه و در روده حس پری و شبیه سازی میکنه، انگار که غذا خوردین. این هورمون یکی از دلایلیه که داروی سموگلوتاید که مشابه این هورمون عمل میکنه در کاهش اشتها و وزن بسیار موثر بوده. اما باید بدونید که روده فقط یک سیستم مجزای هضم نیست. ارتباطات قوی بین مغز و روده وجود داره که بهش محور روده و مغز میگن. این محور نقش مهمی تو تنظیم اشتها، متابولیسم و حتی سلامت روان ایفا میکنه. تحقیقات نشون دادن که تغییرات در ترکیب میکروب‌های روده میتونن اشتها رو تحت تاثیر قرار بدن و حتی احساس گرسنگی و سیری رو تغییر بدن. ما هنوز درک کاملی از عملکرد روده نداریم و نیاز به تحقیقات بیشتری داریم. حتی متخصصان سلامت روده هم میگن که شاید تا 20 سال دیگه اطلاعات بهتری رو تو این زمینه به دست بیاریم. اما یک نکته روشنه: روده و میکروب‌های اون نقش بزرگی تو سلامت ما دارن. مثلا تعداد سلولای میکروبی در بدن ما خیلی بیشتر از تعداد سلولای انسانی مونه. از طرف دیگه داروها و مواد شیمیایی که باعث کاهش وزن یا تنظیم اشتها استفاده میشن ممکنه اثرات جانبی گسترده‌ای داشته باشه. این اثرات جانبی نشون میده که این داروها معمولاً فقط روی یک بخش خاص از بدن تاثیر ندارن، بلکه به صورت همزمان تو چندین سیستم بدن اثر میذارن. برای مثال همون سموگلوتاید که در موردش صحبت کردیم که کاهش اشتها رو انجام میده میتونه احساس حالت تهوع خفیف رو تو افراد ایجاد کنه که شاید یکی از دلایل کاهش اشتهای اونها باشه. فهم سلامت روده به ما کمک میکنه که ارتباط بین رژیم غذایی، متابولیسم و اشتها رو بهتر درک کنیم. شاید یه روزی بفهمیم که رودمون بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم بر تصمیمات غذایی و وزن ما تاثیر داره. این موضوع به قدری جالبه که حتی بعضی از دانشمندان معتقدن ما بیشتر از این که میزبان بدنمون باشیم، نقش وسیله حمل نقل واسه میکروب‌های روده رو داریم. واسه بهبود سلامت روده 3 تا عامل اصلی نقش کلیدی رو داره: فعالیت بدنی، مصرف فیبر و کنترل کالری دریافتی. این عوامل به ویژه فیبر تاثیر مستقیمی روی میکروب‌های روده میذارن و میتونن مزایای زیادی رو واسه بدن داشته باشن. فیبر مثل یک پروبیوتیک عمل میکنه، یعنی ماده‌ای که میکروب‌های روده با تخمیر اون اسیدهای چرب زنجیره کوتاه مثل بوتیرات تولید میکنه. این ترکیبا فواید زیادی دارن، مثل بهبود حساسیت به اینسولین. بیشتر تاثیرات مثبت فیبر به نوع محلول اون مرتوبه، اما تحقیقات جدید روی موشا نشون دادن که حتی فیبر غیر محلول هم میتونه به رشد برخی از باکتریای مفید کمک کنه. اما برخلاف فیبر، پروبیوتیک ها معمولا تاثیر محدودی دارن، چون مقدار باکتریای مفید تو مکمل های پروبیوتیک به اندازه‌ای نیستش که تو روده مستقر بشن و حتی اگه مستقر بشن بدون فیبر مناسب نمیتونن زنده بمونن. بنابراین بهترین روش برای بهبود سلامت روده مصرف فیبر متنوع از منابع مختلف مثل میوه ها، سبزیجات، غلات و حبوباته. یکی از مهمترین فواید فیبر هم کاهش خطر مرگ و میر و بیماری‌های قلبی و سرطانیه. تحقیقات بزرگ نشون داده که با هر 10 گرم افزایش مصرف فیبر در روز خطر مرگ و میر 10% کاهش پیدا میکنه. مثلا 200 گرم بروکلی فقط 5 تا 6 گرم فیبر داره. بنابراین مصرف منابع مختلف ضروریه. مقدار ایدئال فیبر روزانه 50 تا 60 گرمه که البته این مقدار باید متناسب با کالری دریافتی باشه. معمولا 15 گرم فیبر به ازای هر 1000 تا کالری توصیه میشه. مصرف زیاد فیبر ممکنه واسه بعضی از افراد باعث ناراحتی بشه، اما این موضوع به میزان تحمل فرد بستگی داره. اگه احساس نفخ یا ناراحتی کردید، بهتره مقدار فیبر مصرفیتون رو کم بکنید. در کنار فیبر، سبک زندگی سالم مثل ورزش متنوع و مصرف متنوع فیبر نه تنها واسه سلامت روده بلکه واسه کل بدن مفیده. البته شواهدی هم وجود داره که مصرف زیاد چربی اشباع شده ممکنه واسه روده مضر باشه، چون برخی از باکتریای مفید کاهش میده. این موضوع بیشتر به خاطر ترکیبات صفراوی ناشی از چربی اشباعه که اثرات منفی روی بعضی از میکروب‌های روده میذاره. تحقیقات درباره سلامت روده هنوز تو مراحل اولیه قرار داره. برای مثال اصطلاح دیسبیوزیس که به تغییر تو ترکیب میکروب‌های روده اشاره داره مشخص نمی‌کنه که این تغییر خوبه یا بد. بنابراین بهتره به توصیه‌های کلی مثل مصرف فیبر متنوع، ورزش منظم و کنترل کالری دریافتی پایبند باشیم، چون این عوامل با شواهد علمی قوی پشتیبانی میشن و اثرات مثبتی روی سلامتی کلی بدن داره. برای اینکه بتونیم وزن کم بکنیم باید عضله بسازیم یا وزنمون رو نگه داریم.
پروتئین یکی از مهمترین عوامل توی تغذیه است. تو اینجا صحبت بیشتر روی این بوده که پروتئین چه تأثیری روی احساس سیری، ساخت عضله و حتی چربی سوزی داره. اول از همه از بین تمام مواد مغذی پروتئین بیشترین تاثیر روی سیری داره. یعنی وقتی شما غذا با پروتئین بالا مصرف میکنید کمتر احساس گرسنگی میکنید، به خصوص غذایی مثل سینه مرغ یا تخم مرغ که کم چرب و ساده هستن. نسبت به مواد غذایی فرآوری شده مثل بارهای پروتئینی احساس سیری بیشتری ایجاد میکنن. این نشون میده که شکل و نوع غذایی که پروتئین ازش تامین میشه خیلی مهمه. چقدر پروتئین حالا باید مصرف بکنیم؟ دکتر نورتون توضیح میده که اگه وزن شما رو به کیلوگرم تبدیل کنی، اون رو ضرب در 1.6 کنین، مقدار پروتئین روزانه‌تون به دست میاد. مثلا اگه 70 کیلوگرم هستی، روزانه حدود 112 گرم پروتئین لازمه. این مقدار میتونه واسه بیشتر افراد مناسب باشه و حتی اگه بیشتر هم مصرف بشه خطر خاصی نداره. در واقع تحقیقات نشون داده که حتی مصرف 4 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که خیلی زیاده هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، فقط باعث میشه که افراد کمتر غذا بخورن چون خیلی احساس سیری میکنن. از مزیت‌های پروتئین یکی اثر حرارتی اون روی بدنه. وقتی شما پروتئین مصرف میکنید بدن برای هضم و پردازش اون انرژی بیشتری میسوزونه. این اثر گرمایی کمک میکنه که کمی کالری بیشتر مصرف بشه، هرچند تاثیرش زیاد نیست. از طرف دیگه پروتئین کمک میکنه عضلات حفظ بشن، چه در زمانی که رژیم دارید و چه وقتی که میخواید وزن فعلی رو نگه دارید. اما موضوع اینجاست که کیفیت پروتئین هم خیلی مهمه. پروتئین‌های حیوانی مثل گوشت و تخم مرغ به دلیل داشتن تمام آمینو اسیدهای ضروری واسه بدن قابلیت جذب بالاتری دارن. این یعنی بدن راحت‌تر میتونه از اونها واسه ساخت عضله استفاده کنه. این در حالیه که پروتئین‌های گیاهی ممکنه همه آمینو اسیدهای مورد نیاز رو نداشته باشن، مگر اینکه از منابع متنوعی مثل حبوبات و غلات استفاده بشه. شکل غذایی که پروتئین از اون تامین میشه خیلی تاثیرگذاره. مثلا یه بار پروتئینی خوشمزه ممکنه به اندازه یک استیک یا سینه مرغ احساس سیری ایجاد نکنه، چون غذاهای فرآوری شده معمولا طوری طراحی شدن که خیلی خوشمزه باشن و به جای سیری بیشتر وسوسه انگیز عمل کنن. اگه میخواید وزن کم کنید یا عضله بسازید، روزانه باید پروتئین کافی مصرف کنید و سعی کنید منابع غذایی طبیعی و کامل رو به جای غذای فرآوری شده انتخاب کنید. اینطوری نه تنها بدن شما بهتر عمل میکنه، بلکه راحت‌تر به هدفتون میرسید. وقتی صحبت از مصرف پروتئین و ساخت یا حفظ توده عضلانی میشه، یکی از سوالات رایج اینه که چطور میزان مصرف روزانه پروتئین رو بین وعده غذایی توزیع کنیم. آیا واقعا لازمه که این مقدار در چند وعده کوچیک تقسیم بشه یا میتونیم مقدار زیادی پروتئین رو در یک یا دو وعده مصرف کنیم؟ تحقیقات نشون داده که مصرف پروتئین تو چند وعده با مقدار متوسط بهتر از مصرف بخش عمده اون در یک وعده است، چون پروتئین برخلاف چربی یا کربوهیدرات قابلیت ذخیره‌سازی زیادی تو بدن نداره. عضله‌ها به عنوان ذخیره پروتئین عمل نمی‌کنن، بلکه بر اساس نیاز ساخته میشن. مطالعات روی حیوانات نشون داده که وقتی پروتئین به طور مساوی تو چند وعده تقسیم میشه، رشد عضلات تو بخش خاصی از بدن بهتره. مثلا توی مطالعه که پروتئین با کیفیت مثل پروتئین وی به موشا داده شده، گروهی که پروتئیناشون رو تو 3 وعده با مقدار متوسط تقسیم کرده بودن، نسبت به گروهی که بیشتر پروتئینشون رو تو یک وعده شب مصرف کرده بودن، رشد عضلانی بیشتری توی اندام خاصی مثل پاها داشتن. اما این به معنی نادیده گرفتن روش‌های دیگه نیست. واسه مثال تو روش روزه‌داری متناوب که 16 ساعت گرسنه 8 ساعت میتونی غذا بخوری، اگه پروتئین کافی تو زمان تغذیه مصرف بشه و این مقدار در 2 یا 3 وعده تقسیم بشه، کاهش چشمگیری تو توده عضلانی مشاهده نمیشه. اما تو روش‌های شدیدتر مثل روزه‌داری 20 ساعته با 4 ساعت زمان تغذیه، احتمالاً کاهش توده عضلانی بیشتره. قبلا در مورد اینکه چطوری پروتئین رو باید واسه خودتون مقدارش رو انتخاب کنید صحبت کرده. این انتخابا باید متناسب با اهداف فردی باشه. اگه هدف شما کاهش وزن یا افزایش توده عضلانی تو بخش خاصی از بدنه، تمرکز اصلی باید روی مصرف کل پروتئین باشه، نه الزاما تعداد وعده‌های غذایی. همچنین مقاومت در برابر وزن مثل ورزش‌های قدرتی بزرگترین عامل واسه حفظ یا افزایش توده عضلانی. بنابراین اگر رژیم غذایی و برنامه ورزشیتون مناسب با نیازاتون باشه، روش تغذیه‌تون هم باید با سبک زندگیتون هماهنگ بشه. خیلی از افراد دنبال راههایی واسه تامین پروتئین از منابع گیاهی هستند، به خصوص کسایی که از مصرف محصولات حیوانی خوششون نمیاد. قبلا فکر می‌شده که کسایی که رژیم غذایی گیاهی دارن نمیتونن به اندازه کسایی که از منابع حیوانی استفاده میکنن عضله بسازن، اما بررسی‌های جدید نشون میده که این امکان وجود داره، اما نیازمند یه برنامه‌ریزی دقیق‌تره.
یکی از چالش‌های اصلی واسه گیاهخواران اینه که منابع گیاهی پروتئینی معمولاً کالری بیشتری به همراه دارن، چون این منابع بیشتر شامل کربوهیدرات یا چربی میشن. کیفیت پروتئین توی گیاه‌ها به دلیل کمبود برخی از آمینو اسیدهای ضروری کمتره. برای کسایی که رژیم گیاهی دارن، استفاده از پروتئین‌های ایزوله مثل پروتئین نخود یا سویا گزینه خوبیه. این پروتئین‌ها زمانی که با هم ترکیب میشن، میتونن یه طیف کاملی از آمینو اسیدهای ضروری رو فراهم کنن. برای داشتن عمر طولانی‌تر و سالم‌تر بهتره بیشتر غذاهای کم فرآوری شده بخوریم. منظور غذای مثل میوه، سبزیجات، گوشت تازه یا غلات ساده است. یه مثال ساده: سیب، جو دو سر یا یه تیکه گوشت استیک. این غذا نه تنها مغذی‌ترن، بلکه احتمال اینکه شما رو به پرخوری بکشونن هم کمتره. یه مطالعه خیلی جالب از کوین هال به این نتیجه رسیده که وقتی مردم رژیم غذاییشون از غذاهای فرآوری شده تشکیل میشه، روزانه حدود 500 کالری بیشتر میخورن بدون اینکه خودشون متوجه باشن. چرا؟ چون این غذا خیلی خوشمزه و وسوسه انگیزن. ترکیب شکر، چربی، نمک و بافتشون یه جورایی مغز رو تحریک میکنه که بیشتر بخوریم. حالا اینجا یه هشدارم هست. بعضیا ممکنه اینو جوری برداشت کنن که هر غذای فرآوری شده سمه یا مثل سیگار کشیدنه. اما مسئله اصلی مقدار کالریه که میگیری، نه صرفا فرآوری شده بودن غذا. اگه مراقب مقدار کالری و مواد مغذی باشی، میتونی هر از گاهی غذای فرآوری شده هم بخوری. چاقره اگه بخوایم دقیق‌تر بررسی کنیم، ماجرا به دو بخش تقسیم میشه که میزان کالری که مصرف میکنیم، یکی کالری که میسوزونیم. این یه معادله ساده است. اگه بیشتر بخوریم و کمتر بسوزونیم، وزنمون اضافه میشه. اما چرا الان بیشتر از قبل با این مشکل دست و پنجه نرم میکنیم؟ اول از همه فعالیت بدنی خیلی کمتر شده. قبلا کارهای روزمره بیشتر به انرژی نیاز داشتن، ولی حالا بیشتر مردم پشت میز می‌نشینن و رانندگی میکنن و یا توی خونه کار میکنن. حتی توی مدارس هم دیگه خبری از کلاس‌های ورزشی پرتحرک مثل قبلا نیستش. این یعنی مصرف انرژی روزانه به شدت کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه مصرف کالری بالا رفته. حتی اگه بگیم کمی کمتر از گذشته شکر میخوریم، ولی غذای پرکالری دیگه مثل غذاهای فرآوری شده یا فست فود خیلی رایج شدن. این غذا هم چون خوش‌طعم و خوشمزه، کالری زیادی هم دارن دیگه، آدمو وسوسه میکنن بیشتر بخورن بدون اینکه حتی سیر بشن. علت چاقی فقط کم تحرکی یا پرخوری نیست، عواملی مثل استرس و تراما یا شرایط اقتصادی ضعیف یا حتی نبودن حمایت اجتماعی میتونن نقش بزرگی تو چاق شدن افراد داشته باشن. یکی از تحقیقات نشون داده زنایی که تو گذشته تجربه سوء استفاده جنسی داشتن 50% بیشتر احتمال دارن که چاق بشن. حالا چرا کمتر بخور و بیشتر حرکت کن راه حل خوبی نیست؟ چون این جمله خیلی کلیه و به مشکلات واقعی زندگی آدما نمیپردازه. این شبیه اینه که به یه آدم فقیر بگی خب کمتر خرج کن و بیشتر پول در میار. درسته، ولی کمکی نمیکنه. اصل موضوع اینه که ما باید به آدما یاد بدیم چطور قدم به قدم عادتهای درست رو توی زندگیشون وارد کنن، مثل انتخاب غذای بهتر، افزایش فعالیت روزانه یا مدیریت استرس. خلاصه که چاقی موضوع ساده نیست و برای حلش باید یه دید جامع‌تر داشت. دکتر نورتون اینجا از یه دیدگاه جالب خودش صحبت میکنه. یه زمانی معتقد بوده که شکر به طور مستقل باعث چاقی و مشکلات سلامتی میشه، اما با بررسی دقیق‌تر دادا به این نتیجه رسیده که این موضوع به مقدار کالری کلی و مصرف فیبر بستگی داره، نه به شکر به صورت خالص. اون توضیح میده که شکر به خودی خودش وقتی کالری و سایر متغیرها کنترل بشن، اثر منفی واضحی بر روی ترکیب بدن یا سلامتش نداره. واسه مثال تو مطالعه‌ای که رژیم غذایی کم کالری با میزان متفاوت شکر بررسی شد، هر دو گروه به یک میزان وزن کم کردن و تفاوت چشمگیری توی سلامت عمومی نداشت. تنها یه تغییر کوچیک در کلسترول LDL دیده شد که احتمالاً به تفاوت مصرف فیبر مرتبط بوده. با این حال اون تاکید میکنه که مصرف زیاد شکر معمولاً به این دلیل مشکل سازه که غذای شیرین اغلب فیبر کمی دارن و به سادگی مصرف بیش از حد کالری رو تحریک میکنن. اون پیشنهاد میکنه به جای تمرکز بر حذف کامل شکر، روی افزایش مصرف فیبر تمرکز کنیم، چون این کار تاثیر مثبتی روی سلامت داره. هشدارم میده که محدودهای سختگیرانه واسه مصرف شکر یا هر ماده غذایی دیگه ممکنه منجر به پرخوری یا ایجاد عادتهای غذایی نامناسب بشه. به جای اینکه به شکر به عنوان یه ماده بد نگاه کنیم، بهتره که با ایجاد تعادل تو رژیم غذایی و مدیریت کالری از تاثیرات منفیش جلوگیری کنیم. در کل پیامش اینه که شکر به تنهایی مقصر نیست. مشکل از مصرف زیاد کالری،
فقدان تعادل تو رژیم غذاییه. بنابراین به جای تمرکز روی ممنوعیت مطلق شکر، بهتره که عادت‌های مثبت غذایی رو روشون تمرکز کنیم و درستشون کنیم. یکی از سوالایی که توی شبکه‌های اجتماعی زیاد پرسیده میشه و زیادم بهش پرداخته میشه اینه که چطوری میشه تو مدت کوتاه وزن کم کرد، البته بدون اینکه به بدن آسیب برسه. خب سناریوی رایج اینه که مثلا یه نفر عروسی یا یه مراسمی نزدیکشه یا از اضافه وزنش خسته شده و میخواد سریع لاغر بشه. معمولا سوالی هم که مطرح میشه اینه که یه مراسمی داریم 3 هفته دیگه است، آیا تو 3 هفته میتونم 3 یا 4 کیلو کم کنم؟ اگه آره، آیا واسه بدنم سالمه یا نه؟ و اینکه آیا کاهش کالری و زیاد کردن فعالیت بدنی توی این مدت راه مناسبیه؟ این نکته جالب تو تحقیقات اینه که آدم‌های چاقی که اوایل رژیم کاهش وزن زیادی دارن معمولا شانس بیشتری واسه حفظ وزنشون تو بلند مدت دارن. شاید عجیب به نظر برسه چون معمولا فکر می‌کنیم کاهش وزن سریع پایدار نیست، اما نکته اینجاست که وقتی کسی اول کار نتیجه خوبی میگیره انگیزش بیشتر میشه و احتمال اینکه رژیم رو ادامه بده بالاتره. برعکس اگه پیشرفت قابل توجهی نبینه ممکن خیلی زود رژیم رو رها کنه. این روند مثل یه بازی تعادل میمونه. کاهش وزن سریع ممکنه یه عیب داشته باشه، احتمال داره که یکم عضله هم از دست بدی که خب ایدئال نیست. اما برای کسایی که درصد چربی بالایی دارن بدنشون بیشتر از چربی انرژی میگیره و کمتر به عضله آسیب میرسه. به همین خاطر این افراد میتونن رژیمای سختگیرانه تری بگیرن، ولی این روش واسه همه مناسب نیست. مثلا کسی مثل دکتر لان که عضله زیادی داره و چربی بدنش کمه، اگه بخواد کالری رو زیادی کم کنه بدنش بیشتر از عضله‌اش استفاده میکنه که این اصلا خوب نیست. وقتی وزن کم میکنی یه بخشی از توده‌های بدون چربی یا لین ماس مثل آب بدنت هم کم میشه. برای آدم‌های معمولی طبیعیه که 25 تا 30% وزنی که کم میکنن از این توده باشه، ولی این لزوما به این معنی نیستش که عضله‌های اسکلتیشون میسوزه. اگه کسی تصمیم بگیره یه رژیم سخت بگیره باید بفهمه که این مدل رو نباید به صورت دائمی پیگیر کنه. این کار بیشتر واسه شروع و گرفتن یه نتیجه سریع خوبه، بعدش باید بره سراغ یه برنامه پایدارتر و متعادل‌تر. یه تحقیق هست که درباره اینه که اگه آدم‌ها باور داشته باشن غذایی که میخورن سالم و مغذیه، کمتر از اون غذا میخورن ولی احساس سیری بیشتری دارن. برعکسش اگر فکر کنن رژیم گرفتن یعنی محرومیت، مدام هوس غذای دیگه میکنن. حتی جزئیات کوچیکی مثل اندازه و رنگ بشقاب هم میتونه روی میزان غذا خوردن تاثیر بذاره. مثلا اگر رنگ بشقاب به غذات نزدیک باشه بیشتر میخوری، ولی اگه تضاد رنگی باشه کمتر میخوری. یه جورایی مغز ما توی این موارد خیلی ساده لوحه. اگه کارهای سخت رو تو کوتاه مدت انجام بدیم زندگیمون تو بلند مدت آسان‌تر میشه، ولی اگه تو کوتاه مدت بخوای راحت طلب باشی زندگی سخت‌تر میشه. یه قسمت جالب توی پادکست بود که دکتر هیوبرمن و دکتر لین در مورد تفاوت‌های زن و مرد توی رژیم و ورزش صحبت می‌کردن. یه سوالی که خیلی همیشه دارن اینه که آیا باید رژیم و برنامه‌های ورزشی واسه خانم‌ها با آقایون فرق کنه یا نه؟ حالا تو این قسمت نکته خیلی قشنگ میان بازش میکنن. دکتر لین یه چیزی گفت که شاید واسه خیلی عجیب باشه. تفاوت خاصی بین زن و مردها توی واکنش‌ها به رژیم غذایی وجود نداره. مثلا اگه یک کالری مشخص کم بشه تاثیرش برای زنها و مردا تقریبا شبیه به همه. حتی نوع رژیم، مثلا کم کربوهیدرات باشه یا پر کربوهیدرات، هم خیلی فرق خاصی نمیکنه. اصول کلی همونه. کمبود کالری باعث میشه که وزن کم میکنی. حالا فرق نداره مرد باشی یا زن. البته توی ورزش تفاوتایی هستن. مثلا عضله سازی واسه زن و مردا به نسبت شروعشون شبیه، یعنی حتی اگه یک زن و مرد با هم شروع کنن به ورزش و عضله سازی درصد پیشرفت عضله سازیشون نزدیک به هم، ولی چون مردا به طور طبیعی حجم عضله بیشتری دارن توی اعداد مطلق مردا عضله بیشتری اضافه میکنن. زنها معمولا عضلاتشون اما دیرتر خسته میشه و بهتر هم ریکاوری میکنن، شاید به خاطر اینه که وزن کمتری نسبت به مردا بلند میکنن، ولی در کل یکم بیشتر میتونن سختی بکشن. بعضیا میگن وقتی تو دوران قاعدگی هستن باید شدت و حجم تمرینات رو کم کنن، ولی دکتر لی میگه که این یه چیز شخصیه. اگه اون روز حال خوبی داری میتونی مثل همیشه تمرین کنی. اگر هم حس میکنی بدنت خسته است یا توانش کمتره، طبیعیه که حجم و شدت تو کمتر کنی. این چیزیه که بهش میگن اوتو رگولیشن یا خودتنظیمی، یعنی خودت بر اساس شرایط بدنت تصمیم بگیری که اگه یه روز بدنت خوب جواب میده فشار بیشتری بیاری، اگر هم حس کردی آماده نیستی کمتر و سبکتر وزنه بزنی. یه مثالی هم زد از خودش که وقتی داره تمرین میکنه حتی با یک دستگاه سرعت سنج وزن‌های گرم کردن رو چک میکنه که ببینه اون روز بدنش چطوره. اگه حس میکرد سرعت وزناش بالاست میدونست روز خوبی و میتونه سنگین‌تر بره، ولی اگه پایین بود فشار کمتر میکرد. پس حرف آخر اینه،
مخصوصا واسه خانوما همه چیز بستگی به حس و حال اون روزشون داره. اگه حس خوبی داری تمریناتو کامل انجام بده، اگه نه بدون عذاب وجدان یه مقدار شدتشو کم بکن. یه چیزی که خیلی برام جالب بود حرفی بود که لین میگفت خیلی وقتا ازش میپرسن که چطور ممکنه بعضی ورزشکارا یا بدنسازا پیشرفت کنن در حالی که برنامه‌شون اصلا علمی نیست، با اینکه تمریناتی که میکنن مسخره به نظر میاد. و جوابش این بود که آخه اونا 20 ساله دارن با تمام وجود این تمرینا رو انجام میدن. یه چیزی که بین همه ورزشکارای موفق مشترکه اینه که واقعا سخت تمرین میکنن و هرچی آدم بیشتر وارد جزئیات علمیش بشه انگار کمتر تلاش میکنه و واقعا سخت‌تر کار میکنه. یعنی اصلا اون جزئیات علمی تأثیری نداره. یک حرف قشنگ دیگه هم از یک بدنساز میگه تو نمیتونی با علم سخت‌کوشی رو دور بزنی. یعنی اگر هدفت ساختن عضله است، تغییر بدنت، کاهش وزنت، اصلش اینه که مداومت داشته باشی و سخت کار کنی. خود دکتر هیوبرمن هم اضافه میکنه که این موضوع فقط واسه ورزش نیست، تو کارهای دیگه مثل درس خوندن هم همینه. باید لذت سخت کار کردن رو پیدا کنی. یه مثال جالب زد، میگفت تمرینات سخت بدنی یا کارهای ذهنی مثل خوندن یک کتاب سخت یا نوشتن یه مقاله پیچیده رو اگه بتونی یاد بگیری ازشون لذت میبری. مثل یه ابزار قدرتمند عمل میکنه و اینکه وقتی ببینی تلاشای سختت نتیجه میده، حس اعتماد به نفس خیلی میره بالا. باید عمل کنی. هیچ میانبری وجود نداره. فقط باید بری تو میدون و کارهای سخت انجام بدی. مثلا میگفت وزنه زدن باعث میشه خیلی چیزا مثل صبر و تحمل سختی و اینکه نتیجه رو تو بلند مدت ببینی رو بهت یاد میده. اون حتی بعد از 23 سال تمرین هنوز وقتی میخواد یه جلسه اسکوات سنگین انجام بده هیجان داره. آدم‌ها باید خودشون رو با چالش‌های مختلفی روبرو کنن. حالا این چالش‌ها میتونه یاد گرفتن زبان جدید باشه، یاد گرفتن یه ساز باشه و این کار نه تنها به اعتماد به نفس آدم‌ها کمک میکنه، میتونه از نظر ذهنی هم جلوی بیماری‌های مثل آلزایمر رو بگیره. خلاصه اینکه باید مغز و بدن فعال نگه داریم، چون یه جورایی اگه ازش استفاده نکنی از دستش میدی. آخرش هم دکتر لین و دکتر هیوبرمن از اینا گفتن که آدم‌ها در واقع دوست دارن کارهای سخت رو انجام بدن چون نتیجه و رضایتی که از این مسیر میگیرن خیلی خاصه. آدم‌ها از پس هر چیزی میتونن بر بیان، فقط باید شروع کنن و سختیشو بپذیرن و قبلش باید بدونن که هدفشون و مسیرشون تو زندگی چیه. این ویدیو کمک میکنه که هدف و مسیر تو زندگی رو پیدا کنی.